اگه دوست داری یه بار برای همیشه رمز و راز این پنکیک های هتلی رو یاد بگیری، تا آخر این ویدیو با من باش بهت بگم چیکار کن پنکیکت همینقدر صاف، خوش رنگ و خوش باف باشه. برای صبحونه عزیزانت عالیه. یه تخم مرغ، وانیل و 3 قاشق شکر رو 5 دقیقه با هم زن دستی بزن. بعدم یه پیمونه سرخالی شیر رو اضافه کردم، 3 قاشق غذاخوری روغن مایه هم اضافه کردم و 1 دقیقه زدم. حالا نوبت ریختن عسل. اگر دوست دارید رنگ پنکیکتون خوش رنگ تر بشه و مواد خوش شامل آرد، بیکینگ پودر و نمک رو اضافه کنیم. من اکثرا حتی الک هم نمی کنم. وقتی که به این غلظت رسید، مایه شما 1 دست شد، آماده است. کف مایتاب چرب نشه، بذارید رو حرارت. وقتی که گرم شد با یه پیمونه مناسب که پنکیکاتون همه 1 دست بشه بریزید. تمام سطحش که اینجوری حباب زد، حباب باز شد، آماده است. برگردونید 1 دقیقه دیگه اونورش هم بمونه و تمام.